سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ برحمت و این دومین ویدیو یوتیوبیه منه. اومدیم با هم توی این ویدیو بازی دید فور اسپید موسوانتد رو بکنیم. بازی که جدیدن خیلی میگن قرار ریمیکش بیاد ولی هنوز خبری نشده. منم خسته شدم از اینکه این همه منتظر موندم. اومدم یه بار دیگه به یاد قدیم بازی کنم. چلنجاشو میریم. آخرین چلنج این بازی بدون اینکه نیاز باشه بقیه رو باز کنی، خودش بازه همیشه، ولی سخت ترین چلنجه. ببینید چیکار میکنی. خب از همین اول کار پلیس دنباله بود که ما هم همین نمیخوایم. باید به امتیاز 500,000 برسیم و از دست پلیس ها فرار کنیم. همینقدر ساده ولی سخت. خب پشمای خودم ریخته از این که اینقدر خوب دارم بازی میکنم. بذارید یکم تر بزنم. این ماشین ها رو میگم، اینا خفن ترین نوع ماشین های پلیس هن که سگجون ترین ها. نمیدونم حالا شما بازی کردید یا نه، ولی در همین حینی که من دارم از دست این بیشرف و فرار میکنم، شما لایک و سابسکرایب کنید حتما. مرسی. وای جون مادره. بشو بعد سالها دارم خوب بازی میکنم. فقط باید دووم بیاریم. اینا خودشون اینقدر میخورن به در دیوار میمیرن. نیازی نیست. بریم بخوریم. نریخت. وای چرا اینقدر بیرون دور میرم؟ بگید 445,000 امتیاز داریم فعلا. وای 475 تا تو رو خدا. چالش کامپلیت. ویت. خب باید حالا چی پشمون داریم بازی میبریم. بچه ها اونقدری که فکر میکردم سخت نبود. مثل ویدیوی اولمون شد. قرار بود که یه چلنج خیلی سخت رو بریم ولی خیلی راحت این بازی هم تموم شد. حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید. دمتون گرم. مرسی. خدا